برادری از تاجیکستان بابو جان نوشتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا درست هست که شیعه صیغه رو با زن شوهردار اجازت دادند و لمس یا کودک شیرخوار رو هم صیغه با کودک شیرخوار و لمس او رو با شهوت جایز میدونن؟ این پیام این برادرموست که با حروف انگلیسی نوشتن، چون بیشتر عزیزان تاجیک متاسفانه نمیتونن با الفبای فارسی بنویسند. بله، متاسفانه ما بارها در این برنامه ها نشون دادیم که در این دین خودساخته شما هر چی که در قوطی عطار پیدا نمیشه شما میتونید در این مذهب پیدا بکنید. این کتاب است، مستدرک الوسائل، کتاب نکاح از طبرسی، صفحه 458. اینجا یک بابی زده. در اینجا میگه شیخ مفید در رساله متعه خودش میگه که از ابان ابن تغرب از ابی عبدالله امام جعفر صادق که فی مرحله الحسنا طرف الطریق، یک زن زیبایی رو در راه میبینی، ولا یعرف ان تکون ذات بعل او عائره، تو نمیدونی که این فاحشه هست یا شوهردار است. فقال، امام در جوابش گفت لیس هذا علیک، تو به اینش چی کار داری که فاحشه هست یا شوهر داره؟ انما علیک ان تصدقها، فقط تو یعنی پول بهش بده، صیغه باش بکن، کاری به این نداشته باش که ایشون شوهر داره یا شوهر نداره. این مطلب در کتاب مستدرک الوسائل طبرسی در صفحه 458 در باب نهم، باب تصدیق المرأة فی نفی الزوج والعده و نحوها. یعنی خلاصه یک فاحشه خانه به نام دین درست کردن که شما میتونید با هر فاحشه‌ای، با هر زن شوهرداری صیغه بکنید. یعنی شما فکر بکنید در این دین آیا یک مرد میتونه به همسرش اعتماد بکنه؟ آیا یک همسر به اصطلاح یک زن میتونه به شوهرش اعتماد بکنه که امروز در بیرون خونه با کدام فاحشه این نشست و برخاست داشته؟ یعنی هدف چیه؟ هدف از بین بردن به اصطلاح اون کانون گرم خانواده و اون غیرت و شهامتی که یک مرد مسلمان باید در برابر همسر خودش داشته باشه. در مورد صیغه با طفل شیرخوار هم این کتاب تحریر الوسیله است، دوستان نشون بدن. تحریر الوسیله، اینم شناسنامش، اینم صفحه 430 مسئله 12، اینم صفحه 431 ترجمهش. نزدیک با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع، و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت، با بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیرخوار هم اشکالی ندارد. این فتوای جناب امام بزرگوارشون آقای خمینی است که این گونه خود شما هر چی دوست دارید اسم بذارید، من در موردش چیزی نمیگم.